این فیلم در مورد یک زن جوان هستش که کل مردای شهر رو کراش دارن و براش راست میکنن و آرزوشونه که اون حتی یه شب با اونا باشه. اول فیلم چند تا پسر نوجوان میبینیم که دارن مالینا زیباترین زن شهر رو نگاه میکنن و بعد با دوچرخه میافتن دنبالش تا دوباره دیدش بزنن. یکم بعد ما متوجه میشیم که کل مردم شهر اینطورین، مرد روش حشرین و زن رو به اون حسادت میکنن. شب پسر 12 ساله داستان ما زده بالا و به خاطر همین خوابش نمیبره و فقط به مالینا فکر میکنه. روز بعد پسرا دارن در مورد مالینا صحبت میکنن که همون پسر که اسمش رناتو هست میره و باهاشون دعوا میکنه. اون موقعی که میخواد به مدرسه بره مدرسه میپیچونه تا خودش بره مالینا رو دید بزنه. موقعی که جلو در خونه مالینا نشسته، مالینا صداش میکنه تا بیاد نزدیک تا بهش پول بده تا براش سیگار بخره که بعد ما متوجه میشیم اون داره خیال بافی میکنه. شبون میره و از سوراخ دیوار مالینا رو دوباره دید میزنه و یک سری عکس از شوهرش میبینه که ما متوجه میشیم شوهر اون یه دونه سربازه و توی جنگ داره میجنگه. اون به دید زدنش ادامه میده. تقریبا اون هر روز این کارو انجام میده و از هر راهی برای دید زدنش استفاده میکنه. البته بعد اینم گفت که فقط اون نیست و همه مردم این کارو انجام میدن. بعد از اون خبر میپیچه که شوهر مالینا توی جنگ کشته شده و الان اون بیوه هستش. موقعی که به مجلس ختم اون میریم همه دنبال اینن که اونو به دست بیارن و تمام زنا از اینکه اون شوهرشونو داره از راه به در میکنه میترسونه. یک روز که مالینا لباساشو شسته بر روی بند انداخته، رناتو میره و یه دونه از شورت اونو برمی‌داره و شب با اون یه سری کار زیرمیزی با خودش انجام میده. روز بعد باباش میاد تو اتاق و اون شورت رو روی صورت اون میبینه. اول میگیرن اینو خر میزنن، بعد شورت آتیش میزنن و زندانیش میگیرن تو اتاقش. چند روزی میگذره که اون حالش بد میشه و یه دکتر میان بالا سرش. دکتر میگه که اون به هوای آزاد نیاز داره و به خاطر همین ولش میکنن که بره. موقعی که میذارن میره دوباره با دوچرخه میره تا از اون سوراخ اونجا رو نگاه کنه که یک فرد نظامی میبینه که اونو داره میبوسه. بعد که اون افسر به بیرون میاد یه دندونپزشک جلو اونو میگیره و بعد بهش میگه که اون نامزد منه و شروع به دعوا میکنن. ولی این آقای دندونپزشک خودش زن داره و به خاطر همین موقعی که مردم جمع میشن خبر میپیچه. اون افسر به خاطر این اتهامی که بهش خورده از اونجا اعزام میشه ولی دندونپزشک نه، اون بعد به دادگاه بره. مالینا پیش یک وکیل میره که مجرد هم هستش. اون همون اول کار دستونو میبوسه و بعد موقعی که به دادگاه میرن به خاطر موفقیت اون تو دادگاه پیروز میشن. شب دوباره پسر به دید زدن مالینا میره که وکیل داره با اون میرقصه. مالینا یکم پول در میاره و به وکیل میده ولی اون وکیل میگه که دستمزد من این نیست، دستمزد من خودت توی و بعد اونو تو اتاق میبره و بهش تجاوز میکنه. خبر این کار تو کل شهر پیچیده و همه مالینا رو قضاوت میکنن. مالینا پول غذا رو نداره و موقعی که میخواد غذا بخره بهش میگه که اگر که شد بعدا بر جبران میکنه. همون موقع هواپیمای آلمانی به اونجا حمله میکنن و پدر مالینا که یه دونه استاد هستش اونجا میمیره. همه تو مجلس ختم برای مالینا راست کردن و بعد بهش تسلیت میگن و بعد میگن که ما در کنار تو هستیم و هر کاری خواستی به ما بگو تا انجام بدی. شب مالینا مای خودشو کوتاه میکنه که این نفر براش نون و مواد خوراکی میاره که اونم به خاطر اینکه پول نداره بهش تجاوز میکنه تا با هم دیگه حسابشون صاف بشه. روز بعد مالینا زیبا رو میبینیم که موهاشو رنگ کرده و میره سر میز میشینه و سیگارشو در میاره که همه براش فندک میگیرن. زنای شهر یه جوری به اون حسادت میکنن به خاطر اینکه این کارو داره انجام میده. بعد از ما متوجه میشیم که شهر اونا یعنی سیسیل به دست آلمانیا افتاده و مالینا داره با آلمانیا میگرده. پدر رناتو که میبینه این پسر انقدر داره میزنه که یه ما دیگه کور میشه، میگیره میبره زنده خونه تا میزونش کنن و به تنظیمات کارخونه برش گردونه. همین بعد آلمانیا به کمک آمریکایی از اونجا بیرون میشن و زنا مالینا رو میگیرن و تا جایی که میشه اونو کتک میزنن. بعد مالینا از اونجا میره و به یه جای دیگه نقل مکان میکنه. چند وقت دیگه شوهر مالینا برمیگرده و ما متوجه میشیم اون تو این مدت اسیر بوده و همینطوری یک مجروح جنگی هستش. اون به خونه خودش میره و متوجه میشه که خونه اون رو چند نفری گرفتن و اینکه اونا نمیدونن که مالینا کجا رفته. بعد از اون پیش آمریکایی‌ها میره و آمریکایی‌ها میگن که همون روزی که ما اینجا اومدیم چند تا زن گرفتن و زن تو رو کتک زدن. اون از هر کی توی شهر میپرسه نمیدونه مالینا کجا رفته. بعد از اون رناتو برای اون نامه مینویسه و بهش میگه که چی شده و اون که اون از شهر رفته و اینکه بعد دنبالش بگرده. شوهر مالینا از شهر میره و بعد از یک سال اونو پیدا میکنه و دوباره به شهر میارش. ولی مردم سیسیل این دفعه با رفتار خوش با اون برخورد میکنن و فیلم در همینجا تمام میشه. خب خوشحال شدم که تا اینجا نگاه کردی. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. همچنین اگه دوست داشتی این ویدیو رو با دوستات به اشتراک بذار. تا ویدیو دیگر بدرود.